بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه العظام، ولجميع المؤمنين المتقين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را برادرای عزیز و خیلی گرامی، بنده های خوبی خدا، بنده های نیکی خدا، به این روز سعید، به این روز بندگی، به این سردار روزهای هفته تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان دعا میکنم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگارا زنهای ما را، فرزندهای ما را مایه روشنی چشم ما بگردان و از خدای مهربان در این لحظه های از خوبی این روز طلب آن را دارم که خدای مهربان آداب و اخلاق ما بندگانت را، آداب و اخلاق زن و فرزندهای ما را به نیکو بیار و خدای مهربان در زندگی ما و زندگی فرزندهای ما آداب و اخلاق اسلامی را خداوند و حکمران بگردان و تا لحظه های آخر خدای مهربان ایمانمان را همراه ما با سلامت نگه بدار و خدایا ما را از بنده های خوبت بگردان، از بنده های نیکت بگردان. خدایا هیچ وقت از ما توفیق و هدایت را سلب مکن و خدایا خواهان او هستیم که پدر و مادر گذشته ما را رحمت و مغفرت و در حیات باقی اونها را خاتمه بخیر خدایا نصیب بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و خیلی گرامی، جمعه های ما جمعه های اولی از این موضوع ما اطراف دختر پیامبر گرامی حضرت فاطمه بود و حیات ایشان و مناسبت او با پدر، مناسبت او با شوهر، مناسبت او با فرزندهای خود چگونه بود در جمعه های قبلا من برای شما بیان کردم و به خاطر آن بیان کردیم که مقایسه شود بین زندگی امروزه زنها و زندگی فاطمه قبلا از 14 عصر پیش و طرز معامله با پدر، با شوهر و طرز تربیه فرزند
و به خاطر آنکه مادرای ما، خواهرای ما، همزمان پدر و برادرهای ما از این حدیث ها و از این قصه ها یک جای عبرت گیریم و آنچه که شنیدیم او را در حیات خود عملی گردانیم تا نام نیک ما هم از بعد سر ما و شما هم از بین نرود. برادرای عزیز و گرامی، من اطراف حرمت شوهر جمعه های گذشته چگونه بیان کردم و قصه را به شما گوشزد کردم به خاطر آنکه شاید یگان خواهر و مادر ما این قصه را گوش اندازد و بعد گوش انداختن این قصه برای دخترهای خود این گونه نصیحت را روا ببیند. فقط قسم به بزرگی خدا مراد همین است و مقصدم همین است و مسئولیتی که به ذمه داریم همین است که با سبب این آیت های قرآن و حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدرهای ما، مادرهای ما، فرزندهای ما راه درست را دریافت کنند. و من قبلا برای شما گوشزد کرده بودم که تا زمانی که اگر دختری تاجیک، زنی تاجیک با قرآن و حدیث های رسول اکرم شناسایی پیدا نکند شما زندگی خوب دریافت نمیکنید. برادر عزیز و گرامی، تا اگر اونها از قرآن و از حدیث لذت نبرند، آشنایی پیدا نکنند، محبت در این کتابهای خدا پیدا نکنند، زندگی هایی که ما میخواهیم که به جنگ و جنجال باشد، با آرامیش باشد، با حضور دل باشد، پیدا کردن خیلی مشکل، خیلی مشکل. از خدای مهربان و از خدای که به نهایت مهربان و به اندازه عفو کننده است خواهان او هستم که خداوند بالای این خواهرای ما، مادرای ما شرایط را برپا کند که همگان او رجوع به قرآن و حدیث های رسول اکرم داشته باشد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گفتند هر وقتایی که شما اگر اراده زن گرفتن کردین، اذا تزوج احدکم او اشترى خادما فلیقل، وقتی اگر کدام از شما اراده زن گرفتن کردین، در دلتان خواهش برپا کردن زندگی پیدا شد، زنداری دیگرها را دیدین و خواستین خانه های شما هم آباد شود، شما هم صاحب زن شوید، صاحب از او من بعد با قدرت الهی صاحب فرزند شوید. پیامبر ما گفتن که دعا کنید اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علی، اللهم انی اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علی. دعا کنید، گفتن که خدایا
از این اراده که من پیدا کردم، از این خواهشی که در دل من پیدا شد برای زن گرفتن، وقتی زن را که پروردگار را نصیب من میگردانی، او را زنی با خیر بگردان، زن خوب بگردان. خدایا خیر او و خیر آنچه در فطرت اوست من از تو خواهان هستم. خدایا از بدی زن و از آن بدی که در فطرت اوست و سوی تو پناه طلب میکنم. چه دعای زیبای پیامبر گرامی برای امتهای خود تعلیم میدهد. مقصد از برپا کردن زندگی هم یکی از اونها این است که ما خیر ببینیم، خوبی ها ببینیم، نیکی ها ببینیم، از سرسانی ها و سرگردانی ها و از هر گونه ملول شدن قلب و ضعیف شدن جسم در ایمن بمانیم. ایاس با دختر خود گفت یکم دخترم در زندگی قناعت را پیشه کن. برادرای عزیز، اگر باشد که زنهای ما و شما، خواهرای ما و شما بعد شنیدن این نصیحت‌های مادر ایاس، اگر چنده که این وظیفه را برای خود اختیار نکردن، ولی ماها هم در کنار نباشیم، ما خود ما نصیحت کنیم. زیرا و اگر دختری مادرش که باشد، دختری ما هم هست. اگر مشکلات فردا به سر دختر بیاید، نه تنها مادر اون مشکلات تحمل میکند، بلکه ماها هم پای همون مشکلاتیم. خرسندی او خرسندی پدر و مادر است، غم و دقت او غم دقت پدر و مادر است. یکم فرزند عزیز، قناعت را در زندگی پیشه کن. شما میدونید که قناعت بسیار بسیار نعمت بلند است. پیامبر گرامی گفتند طوبی لمن هدی للاسلام و کان عیشه کفافا و قنعه. خوش به حال کسی که به نعمت اسلام خداوند او را روبرو میگرداند. خوش به حال کسی که اسلام را برای خود دین قبول میکند. و همچنان پیامبر گفتند زندگی دارد که کفایت کننده است و در همون زندگی کفایت کننده قناعت دارد. دخترم هوس‌های بیجا در خانه شوهر نکن، اگر چنده که در بدن دوگانه های خود، همسایه های خود از زیباگی ها میبینی، در خانه های ایشان از زیباگی ها میبینی، ولی با آن چیزی که تو در خانه داری با او قناعت کن. شاید مادر میگوید دختری عزیز، شاید هوس‌های بیجای تو، طلب‌های به محل تو مشکلات برای شوهر ایجاد کند و آن زندگی شیرین تو به تلخی کشیده شود. بسیار نصیحت خوبه. یکم قناعت. دوم، اکنون من مختصر هر کدامی را بیان میکنم.
دختری عزیز، با شوهر یک دل و یک زبان باش. با دختر یک دل و یک زبان باش. گاه دختری عزیز حالتهای به سر تو می آید که تو در همون خانه گناه نداری، عیب نداری، ولی گناه و عیب را به گردن تو بار میکنند. دختری عزیز، در حالتی که آن گناه آن عیب را در گردن تو بار کردن، تو کوشش نکن که عیبها را در گردن شوهر خود بار کنی، بلکه تحمل کن، برداشت کن، خاتمش برای تو به خیر می آید. بسیار از این واقعا برادر عزیز، ببینید بسیاری از خواهرای ما و شما در این حالتها وقتی روبرو می شوند، وقتی در بین جنگ اونها برای آشتی اونها دست درازی میکنی، فقط گپ شمین است: من عیب ندارم، من کمبود ندارم. ولی عیب نداری، کمبود نداری، ولی اگر تو صبر میکردی و همون را به گردن خودم که اگر میگرفتی، این حق چیزی نیست که دائم رو پوش باشد. روز از روزا اون حق خودش با آشکار میکند. با روز این شوهری تو است، خسوری تو است، خوشدامنی تو است، به سر خلاصه می آید که همون زمان ما این کلی نه گناهگار کرده بودیم، حالا که این عیبی او نبوده است، با همون جده بعد او از تو عذرخواهی میکنند. این خیلی ساعت هم می آید، فقط انسان باید با صبر باشد. این مادر از دختر خود که زندگی خوب این مادر از سر گذرانیده بود و مادری بود که با قرآن و حدیث های رسول آشنایی که داشت، این نصیحت های خیلی قیمت بها را برای دختر خود میکرد. سوم، دختری عزیز، چشم برای دیدن، چهارم بینی برای بویدن است. ببینید دختری عزیز، چشم برای دیدن و چهارم نصیحت من بینی برای بویدن است. دخترم کوشش کن که با این چشم فقط و فقط شوهر تو خوبی ها بیند و پاکیزگی ها بیند و منظره های نیک بیند. زیرا دختری عزیز چشم از دیدن منظره های خوب راحت میکند، از دیدن منظره های ناخوب چشم ناراحت می شود. و بینی، حاضر من اینه برای شما شرح میدم، بینی برای بویدن است. کوشش کن دختری عزیز که وقتی که بینی بوی عطر یا یگان نوع خوشبویی را وقتی به مشام میرسد راحت میکند، وقتی بوی بد به مشام میرسد بینی نفرت پیدا میکند. مراد این مادر از دختر این بود: دختری عزیزم، دائم خانه را پاکیزه نگه دار و دائم خانه را خوشبوی کن و همیشه در تازگی خانه و تازگی خودت بسیار با اهمیت باش. ببینید زیرا شوهر وقتی که تازگی زن میبیند، بوی خوش داخل خانه را میبیند، وقتی که مرد اسمه و سرمه زن میبیند، البته طبیعت مرد دگرگون میشود، خواهشات مرد در خود زن و در خانه و در زندگی باز بیشتر میشود. افسوس که مادرای ما شاید یا خواهرای ما زیباگی را
در همون مالیدن بعضی از خاکه های شیمیایی ببینن، یا در سرخ کردن لب، یا مالیدن یگان رنگ بالای چشم ببینن. ولی صد افسوس که این رنگ های ما نیست. صد افسوس که اینها از سنت مادرای ما نیست. امروز خیلی جای تأسف است برادرای عزیز و گرامی، برای دختر مسلمان، برای زن مسلمان، مالیدن رنگ‌های هر رنگ بالای چشم‌ها یا مالیدن هر گونه خاک‌ها در چهره‌هاشان، در لب‌هاشان. که اونها همچون تصور میکنن که شاید ما زیبا شده باشه. چگونه پیامبر گرامی میگه زیبایی مرد در زبانش است، مرد از زیباییش در زبانش است. شما را هم خواهرای عزیز، زیباییتان در عفتتان است، در تازگیتان است. تازگی شما در احترام پدر و مادرتان است، تازگی شما در احترام شوهراتان است. خوشروگی شما در آن رویمالها و گردنبندها و اون آستینهای دراز و اون پارچه های دراز که شما دارین، زیبایی شما در اوست، نه در این طرز که امروز شما هم در دین و هم در ملت خلل پیدا کردین. در این نیست. یک بار نظر کنین با لباس هایی که مادرای ما 50 سال و 100 سال پیش می پوشیدن، حداقل لباس های مادرای 50 ساله و 100 ساله پیش ما نپوشه. آخر شما میدانید که امروز جوانین، امروز صنف 8 9 10، وقتی شما با این رنگ بار داده میشویم، با این طرز لباسی اروپایی برای خود اختیار میکنین، این در بخت شما زلال دارد، این در بخت شما زلال دارد. شما را کسی سراغ نمیکند. بعدا شما مجبور میشوین مزار به مزار و قبر به قبر و ملا و ایشان کافته میگردین که کی برای شما تمار بخت میدهند. برادر عزیز و گرامی، خواهر مهربان، بخت نه در دست حاجی میرزا است، بخت نه در دست بابا ایشان است. بخت در عفت توست، بخت در رعایه توست در نزد پروردگار تو. خود در بخت زلال دارد. چگونه خواهرای ما یک دم پیش شوهر میکردن، مزار به مزار، هیکل به هیکل میگشتن تعظیم کنان، که در نکاح ایشان، در حیات ایشان ضررها پیدا میشد. من برای شما هم یک برادر، برای بعضی از شما هم چو پدر بیان میسازم که زیبایی شما خواهر عزیز فقط و فقط در این است که تو از پشت خدمت‌های خوب تو همیشه تبسم در چهره پدر و مادر تو باشد. این عفت توست، این زیبایی توست. مادر گفت نصیحت سیوم و چهارم من همین است: دائم خودت پاکیزه نگه دار، دائم خودت آلفته کن، زیبا کن، خوشبوی کن. خانه که دائم تازه باشد، خانه که دائم خوشبو باشد. مرده که در آمد هم بوی خوش، هم تازگی خانه، هم تازگی تو، هم بوی خوش تو. مرده که مفتون میکنه. خیلی شما در همین جهان مرد هستند، همه شما خدا را شکر همون چیزی که همین مادر نصیحت دارد، اینم مادر گفته ایستاده است. از عالم مردها صحبت دارد، ولی این از کجا گرفتین؟ این از حدیث های پیامبر گرفت، این از آیات های قرآن گرفت که پیامبرمان ان الله نظیف یحب النظافه گفت. خدا پاک از پاکان دوست می‌دارد.
ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیباها را دوست می‌دارد. در کنز العمال خواندم که حدیث را حضرت بیان میکند از نام پیامبر که زنهای بنی اسرائیل به خاطر آنکه مردها چرکین میگشتند مبتلای به زنا شدند. برای چی من یک بار حکایه ابن عباس برای شما آوردم که در جایگاه خواب هم خانمم هم خودم خوشبویی میکردیم بعد خواب میکردیم. خلاص نصیحت سیوم و چهارم این مادر به دختر همین بود که چشم برای دیدن و بینی برای بویدن است. کوشش کن که خانه شوهر بدن خودت تازه و خوشبو باشه. ولی من اینا را بیان دارم برادرای عزیز، شما هم در حیات چه از زنهای خودتان چه از خواهرای خودتان روبرو شدین که بسیاری از شوهرها به خاطر چرکین بودن دخترامون برای خانه را روبوچین نکردن زنهامان جنجالها کردن، به طلاقها رفتگی هستند. بعضیاش آنقدر خواب درازی دارن که به ساعت 8 و 9 بیدار نمیشوند. نصیحت پنجم و ششم من گفت دختر عزیز این است: دو حالت دیگر را در شوهر بسیار رعایت کن. یکی وقت غذا، دوم وقت خواب شوهر. خدا داناست، باور کن امروز 99% ما کدام ما دختر ما نشیناندیم و پیش از شوهر کردنش همین نصیحت های زیبایی که قناعت پیشه کن، با شوهرت یک دل و یک جان باش، بچم خودت تازه نگه دار، خانه شوهرت تازه نگه دار. آیا هم تا یک تا گفتیم کدام ایمان هم برای من گوشزد کردنی نیستم، هست شخصایی که پیدا می شوند، ولی اکثریت ما باور که از این نصیحتات دوریم. فقط در فکر همون دواده هستیم، در فکر یک ارتیست پیدا کردنیم، تمام دیگر. نصیحت پنجم و ششم مادر گفتند این است که وقت غذای شوهر و وقت خواب شوهر. دختر عزیز گفتند وقت شوهر آمد کوشش کن که وقت غذای او را تأخیر نکن. ببینید وقت غذای شوهر را تأخیر نکن. اگر هر روز عادت شوهر در ساعت 11 خوردن باشد، همون 11 تا طعام شو آماده کن. زیرا اگر با وقتش طعامم که اگر تو آماده نکنی، شوهر از تو غضبناک می شود، همون صلح و صفایی که قبلا داشتین او از خانه شما بیگانه می شود. ولی وقتی انسان اراده خوراک خوردن میکند و وقتی خوراک طلب میکنی که ولی خوراک تیار نیست، ولی شاید بعضیاش گویند که تا اندازه ممکن به معنی و به ترتیب باشن که خیلی مقصد برای در یگان جای دیگه میخری آخر، یا یک ساعت دیر شید دنیا چپه میشود. ببینین وقتی این معامله ها از طرف زن به شوهر می شود، انسان چگونه به غضب باقی میماند؟ وقتی غذای شوهر باید حتمی رعایت شود. گفت دختری عزیز و وقتی خواب شوهرم مثل وقتی غذا باید رعایت شود. دختری عزیز گفت وقتی ساعت خواب شوهر که آمد
برای او همون جایگاه خوابش تیار و برای او مقصد درهای پوشیده. بعضی از آنها را ما میدانیم در همین حاضره عصر که خانه ها را تاریک میکنند، خانه ها را سلقین میکنند، درها را میپوشند و حتی کودک ها را در اطراف همون خانه ای که شوهر خوابیده است همونجا دور زدن نمیمانند که رفته شما در بیرون ها مقصد بازی کنین تا زمانی که پدرت از خواب خیزد. ببین چگونه نیت های نیکه که شما اگر یکی آواز میبرارین یکی بازی میکنین پدرتان مقصد خواب زده میشود، پره خوابش نمیگیرد. خلاص نصیحت دیگری که این مادر به دختری خود کرد چه بود است؟ یکی وقتی غذای شوهر آماده شود، با وقتش تامین کرده شود، دیگر اینکه وقتی خواب شوهرم باید دختری عزیز به نظر بگیر. اینا بسیار گفتن مسئله های نازک در حیات توست. نصیحت هفتم گفتن مادر این است که دخترم کیبانو باش. کیبانوگی هم در زندگی بسیار نقش میبازد. اکو کیبانوگی دخترم وابسته مادراشون است. مادرها وقتی که دخترها را تربیه میکنند، مادرها وقتی که اگر دخترها را در پخت و پز شناس میکنند، آماده میکنند، این به مادرها بسیارتر وابستگی دارد. در یک حیات یک برادر، در جدایی یک برادر ما اشتراک داشتیم. میگو که چند باره که همین زن تاکید کردم که خواهی نخواهی زن از وقت می آید 6 ماه و 7 ماه شما میدانین که بسیاری کارها از دستشان نمی آید، در هم خانه شوهرها می آموزند. میگه تخمین 1 سال همین زن در خانه ما بود، بازم آن که خواهرای من در پخت و پز بسیار مهارتی بلند داشتند، ولی 3 باره که همین زن ما تاکید کردیم که بالای دسترخوان در تارت بپز، تارت 3 باره که میپزد تارت از سومنک فرق ندارد. تلفناتون خاموش کن دادرای عزیز، بیزار شده من تلفنای شما. ما بعداً همین انسان مجبور شد و از همین زن میگه به خاطر اینمی که زن کیبانو نیست به همین خاطر رهاش کرد. اگر چند ما در بین در آمدیم گفتیم اگر رهاش باشد تماما همین مرد دیگر از پشت که زن کیبانو نیست دیگر خواهش زندگی پیدا نکرد. این مادر زن چی میگه؟ دخترش میگه دخترم کیبانو باش و کدبانو باش. بسیاری بسیار در زندگی در هر یک محصولاتی که شوهر در خانه میخرد به خرج بیهوده راه نده، زیرا دختری عزیز پیدا کردن محصولات این به آسانی به دست نمی آید. چه نصیحت های زیبایی، چه مادرهای خوب و مسلمانی. هشتم دختری عزیز، حق دیگر نانخورهای شوهر را فراموش نکن. ببینید حق دیگری نانخورهای شوهر کیست؟ پدر و مادر او، دادر و خواهر او، خویش و تبار او. حق اونها را محافظت کن.
آنها هم نانخورهای خانه شوهر تویند، چه از دادری او، چه از اکه او، چه از خواهر، چه از اپا، چه از خویش و تبار، چه از پدر و مادر. به همه اونها زبان بیا، به همه اونها معامله خوب کن. اینا به خاطر چی گفته ایستاده است؟ به خاطر که اگر دختری عزیز اینها را تو پایبند شوی، تو در زندگی در مشکلات روبرو نمیشی. این به این خاطر است. نهم نصیحت این مادر به این دختر خود کردند: هر سیری که در خانه هر سیری که در خانه باشد او را فاش نکن. وقتی دختری ما و شما خانه یک برادری مسلمان در میرود کلین می شود، در اون خانه سیر و سودای بسیار است، گپ و خبر زیاد است، لیکن معنای اون را ندارد که ماها از دخترهامون سیر و سودای اون خانه را دائم جویا باشیم. دخترم در اون خانه چی گپ است؟ در اون خانه چی گپ است؟ در خانه تو چی گپ است؟ در همه خانه گپ است، در همه خانه یک سیر است. ولی امروز با همین تلفن‌هایی که امروز ما را بیزار کرده است، همین آوازاش، اینا در دست همو دخترها هر یک انچه جنجالی در خانه همو شوهر یا خسر و خشتامان پیدا می شود، در او الله خانه در فلان 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 گپ هاست. دخترم در خانه شوهر که رفتی، چی سیره باشد چی گپی باشد او را فاش نکن دختری عزیز. حتی بعضی ها از زنها و مردها شرم ناکرده حتی سیری زندگیشون در بین مردم نقل میکنن که این خیانت های. خلاص دادرای عزیز و برادرای مهربان، وقتی دخترای شما یک خبری از خانه شوهرها، یک سیر از شوهر پیش آورد، گوشکاتون ایتری گرد کده و گوش نکنین. شما هم گوشتر که دختر ما به خاطر او روان نکردم که تو سیر و سودا یک مسلمان پیش من بیاری. اون قدر گپ و خبری که در خانه شوهریت است، از اون بیشتر در خانه خود ما نگفته او را سرزنش کردن در کار. تو اونجا گپ بری و گپ چینی نرو، تو اونجا خدمت در رفتگی. دهم نصیحتی که این مادر به دختر کرد این بود که دخترم اگر شوهر غمدار دیدی خرسند مشو، اگر شوهر در حالت شادی دیدی شاد باش. برادرای عزیز، وقتی دختر در چشم مادر میگه صاحب تاریخ میگه نگاه نمیکرد، برای تربیه خوب کرده بود، برای تربیه کرده بود. اون روز یک برنامه را در تلویزیون نگاه میکردم از کانال نور. یک مادر خودش حافظه کل قرآن بوده است، دخترش در سین 8 سالگی استادش خودش حافظه کل قرآن میکند. پدر نشستگی است، مادر نشستگی است، دادرها و برادرها همه در خانه سرجم نشستن. اکنون دختر تمام کرده است، دختر کلا قرآن را تمام کرد، از امتحان مادر گذشت. بعدا مادر به سوی همین دختر 8 ساله میگردد و میپرسد دختر عزیز تو حافظه کل قرآن شدی، الحال چی گفتنی داری؟ این دختر در برابر پدر و مادر و برادرای خود ایستاده میگوید اول من به خاطر آن که حافظه کل قرآن شدم تشکری بر خدا میکنم. دوم
تشکر بر شما میکنم ای مادر عزیز که بسیار در آموختن قرآن برای من زحمت زیاد کشیدی. دیگر تشکر به سوی بابا میکنم، اونا پدر بابا میگن، تشکری در بابا میکنم، زیرا وقتی که من از تو قرآن می آموختم دادرکا و برادرام خب میدارن که خواهر تو درس گرفته ایستاده است. دخترک صنف 8 وقتی جمله های میگه که امروز 70 ساله ما 80 ساله ما باور کن این بیان کردن نمیتونه. او را چی قدر دانا کرد، او را کدام راهی قدر زیبا کرد؟ راه قرآن، راه خداشناسی. وقتی دختر این 10 نصیحت را از مادر گوش کرد سر برداشت میگه و به سوی چشمای مادر نگاه کرد که چشمای دخترک میگه حلقه پر از اشک بود و گفت مادر گفت هر چی گفتی با چشم و با سر قبول گفت. من این نصیحت های قیمتی تو و زیبای تو را در حیات خودم گفت عملی میکردم. صاحب کتاب میگوید این دختر صاحب 7 پسر شدند و 7 پسری او میگه در هر یک ناحیه های یمن سلطنت و حکومت داشتند. اینجا حکمت ببینید که وقتی که مادر نصیحت میکند دختر سرکشی نمیکند. حاضر برادر عزیز، خواهرای مهربان، حاضر ما و شما را مادر یا پدر گپ زند در یک سخن خوب او 10 جواب ناخوب میگردانید. برای وجود ما در نور قرآن نیست، از برکت قرآن چیزی نیست. برای که ما نمیدانیم که خداوند و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا گفت. برای ما نمیدانیم، ولی این مادر وقتی که سخنرانی را بود کرد دختر دستا در پیش برو قبول نصیحت های مادر میکند. برادر عزیز و گرامی، در آخر این قدر بیان میکنم که شما هم دختراتان خواهراتان پیشکتان در شینانینو این طرزی که این مادر نصیحت کردن شاید از این اگر شما زیبا دانین، از این اگر با بالاتر نصیحت ها دانین، با نصیحت هایی که با این عصر ما با این دور ما مطابق است، برای خوبی حیات دخترمان، زیبایی حیات دخترمان نصیحت کنین. کوشش کنین که توی ایشان توی باشد نه مصیبت باشد، توی ایشان بردوام توی رود، یک لحظه پس از پس او مصیبت و مشکلات ایجاد نشود. این بود آن نصیحتی که این مادر در حق دختری خود کرد. این قصه از دوام سرگذشت حضرت فاطمه بود، معامله‌ای که با حضرت علی رضی الله عنه داشتند و از خدای مهربان ما هم خواهان او هستیم که خداوند دخترای ما را دخترای با شرم گرداند، با حیا گرداند، گوش کننده پدر و مادر گرداند، دخترای ما را با عفت گرداند، با ستر و با حجاب گرداند، فرمانبردار شوهر گرداند. مردهای ما را خدا مردهای با ناموس گرداند، مردهای با غیرت گرداند، مردهایی که در ذهنشان دائم فکر آخرت و خانه قبر باشد. خدا مردهای ما را از جمله این گونه مردها گرداند.
خدای مهربان به سوی تو پناه طلب میکنیم از بی‌ناموسی، بی‌ننگی، بی‌عفتی، بی‌حیایی و از خدا ناترسی. الحال من چند سوالی که نزدم دارم، اینها را برای شما جواب میگردانم که الحال در دست من دادن. این سوالها را جواب میگردانم و جمعه های آینده خدا خواه من برای شما چند سوالهای بیشماری که هست باز سوال و جواب میکنیم. سوالها را من گفته بودم که خیلی در شکل مختصر نویسین، دراز ننویسین. سلامتان قبلا باشد میلش، ولی بعضی تعریف و بعضی توصیف هایی که در راست ما هست راستی بار ما ارزنده هم نیستیم. دادرای عزیز و خواهرای مهربان، میلش محبت ما را در دلتان گیرین و همین اخلاصی که شما نسبت ما دارین، خواهش ما همین است که شما در غایبی ما در حق ما دعا کنید، برای ما همینش از همه بالا میستد. من میدانم که البته اون چیزی که شما در بالای کاغذ میارین، وصف میکنین، تعریف میکنین، ممکن که در دل شما همون آرامش پیدا کند، ولی منم از شما خواهش میکنم، بارها خواهش کرده بودم، حتی دیده بودین که یک صاحب کدام مجله در یک مقاله نویسانده بود که حاجی میرزا در هر یک مکتوب‌های میخواندگی خودش وصف میکند که الان که ما قسم به بزرگی خدا که وصفم نکردیم، من شرم میدارم که به خدا خود من داملا بگم، به نام خدا شرم میدارم که اگر چنده که اونا از روی حسد بودند که اینا هزاران کاروان رفتند دو هنوز این سگ ها دارند او او. این یک بودگی است، این همه زمان ده هیچ وقت مثال نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکر دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. برای همین هیچی گپی ندارد، ولی به هر حالم که باشد از شما خواهش میکنیم فقط در غایبی دعا کنید. یگانه چیزی که ما از شما خواهش و یگانه چیزی که ما از شما تمنا داریم ان همین است، دیگر چیزی نیست. خب السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. سوال از نام خواهر اسلامی شما سیده بانو از شهر کولاک. التماس با سوال من همین جمعه جواب دهید. من صاحب شوهر و یک دخترچه می باشم. شوهرم همراه مادرش جنگ کرد و به من گفت که به خانه مادرت رو. من به خانه مادرم آمدم. چند مدت از حالم خبر گرفت. 3 ماه زیادتر شده است که سراغم نمی کند. خلاصه از دهان خویش و جوره های شوهرم شنیدم که گویا شوهرم در نزد آنها گفته باشد که من زنم را طلاق کردم. بابای حاجی من طلاق شدم یا نه؟ با این مرد من زندگی کردم میتوانم یا نه؟ البته زندگی کردم میتوانی خواهری عزیز. اگر گفته باشد که من باید طلاق کردم، با همین قدر لفظ گفته باشد، شما با زندگی کردم میتوانید. راهاش هست. اگر همون صدای من به گوش شما رسد الحال یا بعد، شما شوهرتون گیرین، من برای شما روایت میابم، من برای شما اجازت میتیم که شما اگر با همین طریقی که گفته باشد که من زنم را طلاق کردم، راهها دارد، شما میتونید که با زندگیتان برپا کنید، برقرار کنید و گویم دخترچه ای که خدا برای شما داده است من بعد او را زیر با تربیتان گیرید. همین قدر باشد میشود. ولی فقط من را در 3 طلاق نمیابم. وقتی شما اگر گفتین 3 طلاقت کردم یا از او بیشتر 100 طلاق 1000 طلاق، اینوش در علاقه مرکز اسلامی در مراجعت میکنین. اونجا در برای شما چی راههایی که اگر اونها مثال یابن. ولی اگر طلاق کردم یا طلاقت میکنم یا من از تو بیزارم یا که تو طلاق کرده شده ای و دیگر هم لفظ حقیقتی باشد، شما بیاین مراجعت کنین. خدا خواهد ما اینهاش برای شما راهاش میابیم. اینهاش آسان.
ولی هیچ وقت به طلاق راه نتین دادن. خاک من در این موضوع خیلی زیاد مفصلا بیان کردگی ها بودم. طلاق نکنین دادن، زمان طلاق نیست. و میده بعضی کارهایی که در زندگی هاتون می شود در طلاق نکنین، غضب آلود نشین دادن. برای چی پیامبر لا تغضب لا تغضب لا تغضب، یکی از صحابه ها خواستن از پیامبر یک بهترین نصیحتی را گیرن، پیامبر 3 بار گفتن غضبناک نشن. برای شما غضبناک هم که شدین دادرای عزیز، خب کوشش کنین که طلاق در زبان شما نگرده. کوشش کنین زندگی خوب حلالتونه به هم زندگی حرام و زندگی شکاکی ده مبدل نگردانه. این نشانه غیرت هم نیست. خب بابای حاجی میرزا، میخوام همین جمعه جواب مرا دی. این مکتوب را به دست همسایه امان روان کرده ایستادم و از همسایه امان جوابش را فهمم. من را اهل عائله‌مان با یکی از کشای خیش نه چندان نزدیکمان فاتحه کردند. پس از چند روز با او وا خوردم، با او کمی صحبت کرده یک چند سوال دادم. باور کنید مثل هیکل شاخ شده و پس خندان و قفا نگریست و رفت. او حتی با یک سوال هم جواب نداد. سوال چنین بود: تو مسلمانی؟ نام پیغمبرمان چیست؟ و مسلمان چی فرض گردانیده شد؟ اسلام چیست؟ بابای حاجی میرزا درباره این مسئله چیزی میگفتید، زیرا عائله‌ام میگوید که کاری خوب نکردی، خواهی نخواهی با این جوان میرسی. من نمیخواهم با او رسم. التماس جوابش دادی. این خواهر کدام خواهر دلیل و غیرت ایمانداری بود است که همون شخصی که این خواهر نکاح کردن میگرفته است خیلی پرسیده که مسلمان هستی و نه. خب و دیگر سوالی که کرده است نام پیغمبرمان چیست؟ خب با مسلمان چی فرض گردانیده شد و اسلام چیست؟ شاید این خواهر که یگان ملازنک باشه، شاید علم داشته باشه و این سوالای هست که ولی بعضی ها را از همینجا پرسه میتونه. بسیاری از برادرای عزیزی بالا میتونم با مسلمان چی فرض گردانیده، اسلام چیست؟ جوابش گفتن نمیتونه. برای همین خواهر عزیز شما کوشش کنید که ببینید 5 وقت نماز شما میخواند، از کارهای حرام دور است. خب شما دیگر این گونه سوال ها و این گونه محبتی که مثال تو در اسلام و در پیغمبر داری، اینا را در دوام حیات باید تعلیمش بکنید. شما بینید که آدابش خوب باشد، 5 وقت نماز دارد، پدر و مادر خوب دارد، دیگر با این مسئله ها شاید که دیگر تو شوهر دریاب نکنی، یا شاید خندیدنش یگان معنی دیگر داشته باشد. خندیده رفته باشد، ممکن که یعنی سوالای تو میتی سوال هم نیست، من آزاد اینا جوابش میگم، ممکن این تام باشه. ممکن یعنی سوالی تو دادی سوال یک برای خردککا از ما مثال یک 20 در آمدگی، انشالله تو من از تفسیر بپرس، از حدیث بپرس، این چیه مثال سوالای تو میتی اینا هم مصافه یک کمپیر بپرس، ممکن خندش این معنی را داشته باشه. برای همین اینا فهمیدن در کار خواهر عزیز. ولی هم 5 وقت نماز که خانه دیگر خاندانشون که محبت به اسلام و به قرآن داشته باشد، دیگر این چیزا قبول کنین در زندگی. بعد ان شاء الله هر دو که دانشمند باشین با زندگیتون خوب میشه. السلام علیکم بابای داملا. بعد از سلام سوالی دارم و شما میخوام که با سوال من جوابی مشخص کنید. ما یک گروه دانشجویان نماز خود را ادا میکنیم، اما فرض خود را یعنی سد عورت را به جا آورده نمیتوانیم، گرچند که ما این خواهش را داریم، اما ما را در دانشگاه امکانیت نمیدهند. آیا ما گناهکار میشویم؟ و در حق ما دانشجو دختران دعا کنید که فرضمان به جا آورده شود. یعنی اینم از کدام نامی خواهر عزیزی بود است که مثلا ما در دانشگاه ها میخوانیم یا در
بیمارخانه ها کار میکنیم ولی ما را نمیگذارن که سطر عورت کنیم. اگه این هم یک وبا هست خواهرای عزیز، این هم یک درد خیلی کلان است. حالا که سطر شما به دانش شما، سطر شما به کار شما خلل نمیرساند، یگان ضرر زیان هم ندارد. ضرر زیان نداشتنش به خاطر آن است که این قرآن بیان کرده است. این قرآن یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. خدا در قرآن بیان میکند خواهرای عزیز، کدام برادرای عالی، بعضی از مردهای ما در سطرهای دختران ناراحتند. بعضی ها دخترای با سطر میبینن ناراحت میشن. با این چی نغمه گفتگی؟ و خدا به جهت تحقیر نگاه کنی دینت باقی نمیمونه، تو مسلمان نیستی. این قرآن بیان دارد. برادر عزیز یا مادر عزیز، وقتی که دختری با سطر شما وقتی با چشم حقارت نگاه کنین یا ایراد از گویم که سطر او گیرین، شما ایمانتان باقی نمیماند، زیرا شما الک در آیت قرآن نارضا هستین. این خدای مهربان هم در سوره احزاب هم در سوره نور برای شما بیان کرده است. خدا برکت دهد جناب عالی را با کریلیکی ترجمه کردند. برای این خانه در تمام کابینت های همین حکومتدارا بالای استالاتون ده هست. کشا این سوره احزاب، کشا این سوره نور، ببینید که خدا گفته است یا نگفته است. این سخن خدا یا این سخن اگر یگان شخصیتی روی زمین میشید هر تو اینش قبولش نکنید. این سخن خدا، سخن پیامبر خدا. برای همین ما حق نداریم ما وقتی دختری با سطر بینیم یا زن با سطر بینیم صلوات به پیامبر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و سپاسگزار باشیم، شکرگزار باشیم. ولی در دانشکده ها، در مکتب ها یا در بیمارخانه ها وقتی که برای شما رخصتی اگر پوشیدن نداشتن و برای شما امکانیت چه ندادن، خواهر عزیز کوشش کنید که حد الامکان همین بالای سرتان روی مالهایی که هست روی مالهاتان اندازین. اگرچه بزیری منه هاتان بسته هم نتوانین، حتی حد اقل هم بالای گوشاتان قطع پوشانین، بالایی که سرتان پوشیده باشه. موهاتان هم مویهایی که هست زیر همون روی مال در جمعش کنین. یعنی چقدر توانین که چقدر که پوشیدن از همون لباسایی که برای شما رخصت دادن اگر پوشانیدن امکانیت باشد بپوشانید. ولی اگر برای شما کلن سطر وقتی که اجازت نمیتین و از خدای مهربان در این لحظه های قبول دعا خواهش و از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند آن ساعت را بیارد که در سطر خواهر ما، در سطر مادر ما یگان مشکلات ایجاد نشود و خداوند این گونه فراهمی را، این گونه خوبی ها را بالای خواهرای ما بیارد. مادرای ما وقتش در سرشان پوشیده بودن، گردناشان پوشیده بودن. این طرزی که امروز پوشیده ایستادن و خدا قسم این در ملت هم بسیار یک تیشه زدن است. ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او در هم شکست. محمد اقبال لاهوری میگوید هر ملت را که دینی او آیین او از بین که رفت مثل زمینی که به آب میماند و تیکه تیکه میشود، اون ملت، فرهنگ اون ملت همچنان تیکه تیکه میشود، نابود میشود. این یگان
ضرری به خواهرهای ما ندارد، به دانش اونها ندارد. بسیاری از متخصصان را میبینیم، بسیاری از دانشمندها را میبینیم که صاحب سطرن ولی دانشمندن. جای خیلی به خدا باور کنید این هم تأسف است و جای حیرتی هم هست. برای قانون خدا هست، فراموش نکنید قانون خداست. کسی که اگر تحقیر میکند، کسی که ملامت میکند، یا کسی که خواهر عزیز تو را نمیماند که همون سطر بالای سرت کنی، باید در پیشگاه خدا جوابگر است. ولی شما گناهکار نمیشوید، زیرا که او به خواهش تو نیست، زیرا که به اراده تو نیست. خواهش تو دوست داشتن سطر، اجرا کردن سطر. چگونه که در دورای شوروی مجبور در حلقای شما آب میریختن، روزدار بودین، در مکتب ها میبردن، در حلقامان آب میریختن، که روزه تبخور. ولی بعضی همون هم تا پاچه همون برزدگی و دوره شوروی تعریف کرده گشتیم. در حلقت آب میریختن که روزه تبخور، مجبور میکردن. در همون مجبور کردگیش او گناهکار است، من گناهکار نیستم، زیرا من روزه امر خدا بود گرفتم. برای من خواهر عزیز، حد الامکان هر چی که از تو از دستت می آید، همون لباسایی که در بدن داری، همونها را رعایت کن که اکثری از بالای سری تو هست، گردن تو هست، پوشیده نگه داره. ان شاء الله از خدا امید است که خواهش تو که نیست، مقصود تو که این نیست، و تو در همین کار که ناراحت میشوی، تو ان شاء الله در پیشگاه خدا عذاب نمیبینی. ولی در مسئله مکتبه ها باری رفتین دیدین، همون پیشای اتاقای مکتبه ها در ترتیب پوشیدن لباس های دختران هم رسماشان وجود دارد. در یگان همونجا صورت های دیدم که یوبکه های دراز درازن، کرته های دراز درازن، حتی در پیش سوداگران هم تا یوبکه های دراز درازه که از بالای شانه تا پایان پا میپوشانه. بود از همونا را خریم برای دختراتان. شرط نیست که تو برای دخترت بروک جینز خری یا کرته بچگانه خری. این بسیار بی‌ناموسی ما است برادر عزیز که من دخترم با بروک جینز یا با یگان نمود بروک دیگر یا کرته دیگر بعد بیرون میبراری. فطرتی تو جذبه ها دارد بلند، گفته حضرت محمد اقبال لاهوری، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. او فطرت او شکل او فیگوره او جذبه داره، میکشه انسان. وقتی که او لباس های تنگ که پوشید، کدام چشم با شهوت او را نگاه نمیکنه؟ کدام چشم؟ کنی همون چشمی که او را نگاه نکنه. وقتی چشم که در او که رفت، او را البته نقشش هم میکشند، و کدام راه ها او را باز نزدیکتر کردن در کار. وقتی او را نزدیکش که آورد، او اکو خواهی نخواهی او لباس ها را که پوشید، او آرام نمیگردد در عزیز، او تنج نمیگردد. او کرته تنگه که پوشید و بروکی تنگه که پوشید، بخوای نخوای با دره نغمش دیگه میشوه، رگردیش دیگه میشوه، محسوس میکنه. بعد یکی خبرش میاد که مثال ساعت 1 باید خانت میامد، ساعت 3 4 شده است نمیآید. بعد تلفن میکنن که بیا که ملیسا خانه دا دختر تا با فلانی قپیدن. علاج واقعه پیش ای وقوع چی گفته که پس پیش از واقعه شدن علاج او را یافتن در کار. ما اهمیتی هم برادر عزیز، ولی بسیار در اینجا گوشات شکر خدای گوشای ما در کلانه گوش میکنی چی رعایت نمیکنی، اهمیت هم نمیتی، پروا هم نداری. فراموش نکن که من در هر یک انمی چیزی که شما را دعوت میکنم، اگر خلاف قانون باشه با من جزا میگیرم.
با ما کشمکش داریم، فشار داریم، ولی که به خاطر خدا میگم. ولی کی خدا در وجود تا همون ننگ ناموس جای میکنه من نمیدونم. اهمیت این وقتی دخترامون خانه که برآمد، پدریم، مادریم، دختر، خواهریم، و ما ای خیر خواستیم. ما در اول چی گفتیم؟ ما ای خیر میخوایم، که آینده خیر میخوایم که یک دو خانه ما بیاد خواستگاری کنه، از این دختر برد، زندگی شود، فرزند شود و دیگر شود. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر کند، ایمان ها من با سلامت نگه دارد. خدای مهربان حیا و شرم و عفت را شعار مادر و خواهرای ما گرداند و عزت ما را خداوند در دنیا و در آخرت بلند بگرداند. ایمانهای ما را خدای مهربان قوی بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سلامت باشین، در حفظ خدا باشین. خدا همه شما را صحت و سلامت نگه دارد. خب اینجا یک برادر حاجی قوت گفتگی از دوشنبه در حق مادر و پدر دعا خواستند. پدر و مادرشان اگر حیات باشد خدا خاتمشان بخیر کند و اگر گذشته باشند خدا روحشان شاد بگرداند. و در حق تمام برادرایی که در این مسجد خیر احسان میکنند، برای آبادی این مسجد سعی و کوشش میکنند، خدا عمر دراز و تنی صحت و عزت دنیا و آخرت را نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا در یک برادری عزیز بسیار ما خواهش کردن که در همون مسجدهای ما درباره سر لوچ سختگیری ها میکنن که من چند بار گفتم این مسئله را بیان کرده بودم. بعضی ها را با حق بفاره نفاره که ما که میگیم، ولی در همین مسئله قبلا بیان ها داشتیم. برای همین سر لوچی بچه ها که سر لوچ میخوانن، آستین کلت میخوانن، دیگر میکنن. خدا خواه خیلی جمعه آینده با برای شما جواب میگویم. ولی اگر چندی که گفته بودیم و مهم هم نشماریده بودیم، ولی به هر حال هم که باشه این مردم ما که فکر میکنیم که تا قیامت خدا خواه سوال همین سوال هست. این سری لوچ و آستین کلته شما بعد ناس، همین سه چیز هیچ وقت باوریه که گم نمیشه. اگر چند بار من این گپا را گفته بودم، سختم گفتیم، خب آسانم گفتیم، ماهیتش گفتیم. آخه من نمیدانم که این چند قم الله این کیه، آخه چی قدر دلیل ها داریم. من 10 بار گفتم بالا یک کاغذ ده همون دلیل ها رو همش بنویس، همون حجت هایی که برای آستین کلته و سر لوچه همش بنویس. خودت علم نداری پیش همون پیرت بره، خب پیش بابای فلانی بره، کسی باشه آخه بنویسش. عربی نمیتونی کریلیکی بنویسش، نام کتابش بنویس بیار. من همیجا اگر نخواندم بعد بگو که حاجی ترسیدی. من اینجا دلیلات همش میخوانم، حجتات هم میخوانم که کنی چی حجت باشد، چی دلیل باشد. خب برای همین مسئله ها را خدا خواهد شما کسی که در لازم باشه و در کار باشه و ملا های و حجت داره و کتاب داره بنویسیم بالا یک ورق ده. اگه ما باوری دارم که دلاور نمیشه بین قوم ده بخیزی قطعی مکه بزنید که تو مثال کدام کتاب و کدام دلیل و حجتی داشته باشه، ولی در کاغذ بنویس بیار در همجا بمان. من اولین سوالی که اگر چی نمیجد یه ما پیش سوالا دارم، اول سوالی تای میخوانیمش، محاکمش میکنیم، تحلیلش میکنیم، همش خدا خواه به گوش مردم میرسانیم، بعدا با سوالای دیگه دا میگذاریم. برای این حاضره در طوال نویساندن همون کاغذ باباها و برادرها بچه ها را سخت نگیریم. همون کاغذ بیایه خدا خواه بعد حل میکنیم. خب حاضره در سخت نگیرین شما.